بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، اینستا نصب کردم، فالو کنین. چیزها میخوام بذارم اینجا. میخوام حالا یه کاری برم بکنم که هیچکی تا حالا نکرده، با اینستا ریاکت کنم. ایران بازخواست میشه با ترامپ. ایران با زودی مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و عواقب وخیمی را برای هر گلوله‌ای که یمنی ها شلیک میکنن متحمل خواهد شد. زیرا گلوش بیضه داره. این دیگه چقدر تستوسترون تو بدنشه، زیر گلوش هم تخم در آورده. اینا فکر کنم کپی رایت دارن. این اسکناس 100 تومانی زمانی که رونمایی شد نزدیک به $100 ارزش داشت. ای وای وای وای، عیب نداره، من که درآمد دلاری دارم یا عالمه از یوتیوب. نه چی شد؟ نخواهی طلا 30% ریزش میکنه و قیمت ملک هم نصف میشه. ما که با یوتیوب رسیدیم دلار شد بیارزش ترین پول دنیا. ای خدا، اینم شانس منه. ای وای وای، دلار که میمیری دلار. فیشیال در خانه، پاکسازی پشتت رو با شیر تازه تمیز کن و بعدش بشور. تهش با شیره تازه تمیز کنم. گوجه رو از وسط نصف کن، روش شکر بریز، 2 دقیقه بریز. کلن هر چیزی که یک گیاه یا میوه محسوب بشه رو بذاری رو پوستت، میشه ماسک تخصصی خیلی قوی. اگه عجله کنی خرابش میکنی. مکس کن، دعا کن و صبر باش. روزش رست از 365. خیلی عمیق میگه. هر روز یه چی برا خودش میرسه. بابا این همه سفر رو خالی گذاشتی، اینا خالی یک کلمه می‌نویسی، باید خدا رو شکر میکنی. خدا فکر کردی خوشش میاد از این همه اصراف کاغذی که میکنی؟ همین خدایی که نوشتی زرد کشیدی یه جور برای اصراف این کاغذ کمرتو بزنه تو بفهم. پول مردم عقل نفسی داری میخوری با این کتابای یک کلمه. خب روز 86 اینجا بنویس، 87 اینجا بنویس، 88 این پایین دیگه، هر کدوم یه صفحه. ای خدا مردم آقا گنبت میان با اون پول تو رو شکر میکنن. به یه سنی میرسی که فقط شو دنبال 3 تا چیزی: فرار از بقیه، پول، خواب. قبول دارین؟ خیلی تکنیک کامنت گیری داره. اگه من این کلمه قبول دارین رو بگم 414 تا حداقل کامنت میگیرم. بجا بگم دوستان قبول دارید؟ قبول دارید؟ قبول دارید؟ قبول دارید؟ قبول دارید؟ قبول دارید؟ اینو چی قبول دارید؟ قبول دارید مردم؟ کامنت بذارید قبول اگه دارید. قبول داری موضوع بگو. قبول داری حالات بگو. اگه به مکمل اعتقاد داری بگو قبول دارم. اگه با دست طرح ایران امریکا اعتقاد داری بگو قبول دارم. اگه به پیکان سیب زمینی قبول داری بگو قبوله. واکنش شدید عربستان به حادثه دیشب تهران.
اتفاقی نیفتاده که چرا درود بر دروغ اینستاگرامی ها و میگی؟ تیک تاکی های عزیز. امروز یک جلسه بسیار تو مهم با این در قیافه تو تیک تاکی؟ تو تیک تاک اومدی رعایت کن قواعد تیک تاک دیگه. از این طلای خرگوشی و اتفنای موشی بذار با نور صورتی دابشمش کن. تیک تاک باشه همینه دیگه. انتقال جالب F5 به ایران با هواپیمای ترابری آمریکا. خیلی حرفه. یه هواپیما داره میره توی یه هواپیمای دیگه آمیزش میکنه. به محض اینکه آبریزش هواپیما هم دل دارم دیگه. این آهنگش ممکنه کپی رایتی بهتون قول میدم تا آخر نام جدید پول ملی اعلام شد. این خبرها خیلی موشخه. ببینم دکتر قدیری اصلی استاد تاریخ ایران باستان به اطلاعات گفت حال که دولت بار دیگر در صدد حذف 4-0 از پول ملی برآمده، جا دارد که به جای تومان، مغولی و ریال اسپانیایی دریک اون رپره میگه. آلتش خیلی بزرگ بوده، ایرانی. خامنشی بود دریک. آه اگه اینجوریه چرا حالت ما اونجور نشد؟ خلاصه که آره دیگه میگه اینو بذاریم چون کیرش بزرگه واحد پول ما هم بزرگ میشه، شاق میشه، میره بالا، ارزش پیدا. واقعا استاد بود، خوب گفت، رفت گفت. بهتون قول میدم تا آخر عمرتون منو دعا چه کنید. آتیشی داره. دارم اینو بهتون چرا میگم. دعا آخر کنیم که ویدیو خارجی همراه من هستی ها. نه به کسی و نه به چیزی این قسم دوبله میخورم، بلکه به قشنگ اعتبار و به چیه؟ نتایج موفقی که داشتم. اصلا حرف داشت نمیزد. اون لحظه دهنش بسته بود. چی داری دوبله میکنی؟ قشنگ با قیافای این نمیاد که کریسماس اونجا داشت. کسی کریسماس داره. برطرف بکنه کافیه اول پیج من رو فالو بکنی و بعدش عدد یک رو این میگه سیفری کافی رو فالو کنی، یک کنی. به خدا اینا رو داره. تو خام میشی باسنتو نشون میدی میگی عدد یک کامنت باید میدونم دوبلت درست باشه. طرف روسی قول داده که ایران رو راضی کنه تا با آمریکا توافق باشه. روس و آمریکا خودش نمیتونن با هم توافق کنن. حالا شده برامن پرچف کن. این چی شده؟ آدم فضایی اومده. این آهنگا کپی رایت میخوره، ولم کن. مرد و درختی چیه در عمل جراحی در آمریکا؟ واقعا اینستا یه شهر دیگه است. با آجر 90% ایرانی پزشکیش خیلی بسیار کرده. آجر قدیمی آجرگری هم میخواد. آب دیده و آب دیدم نمیخواد، فرقی نمیکنه. زیرشو خاموش میکنی بعد از خاموش ورش میداری همینجوری میانی میذاری اینجا یا توی سینی چیزی آجر داغ میکنی. حتما باید پارچش به درد نخور باشه. رو آجر داغ پارچه با درد نخور بذار بشین روز کل بیماری تله. خیلی پزشکای خارجی به فکرشون چیزها نمیرسه. ایرانی خیلی ساده همه چیز. سرطان هم درمان میکنه. اینا چیزه کپی رایت. شما از رو میخونید. درسته اینستا کپی رایت نداره ولی یوتیوب قانون داره. باز کلمه موافق کامنت گیر شد براشه. یا موافق ایناش هستن. صفحه اول یک مجله آمریکایی که اسمش هم مهم نیست چیه، یه مجله آمریکایی. اصلا هم از هوش مصنوعی رای نداشتن. فونت 25 با
گوشی زده حتی فوتوشاپ برای اولین و آخرین بار یاد بگیری که چجوری کش شلوار یا دامنو درست بدوزی و کافی از یه تیکه پارچه کمک بگیری که هیچ برآمدگی نباشه که جن الخالقه اینا چیه؟ من احمد فداییم. اینو میذارم تمنیلم آقای رئیس نور سلام، من احمد فداییم. نویسم موافقه ببینم چی میشه. پسری که در روستاهای همدان چوپانی میکرد سازنده اولین قلب مصنوعی در جهان شد. از این رسیدی به این پیر شدی دوستبندتم رفتن قلب مصنوعی چی؟ اونور هوش مصنوعی اینور قلب مصنوعی همه چیه کردی مصنوعی که چرا چوپانا همه دبشت میشن از مدریج گرفته تا پسری که اسمم نداره. چرا تو اینستا هیچی اسم نداره فقط داره پروفسور توفیق موساوند سازنده اولین قلب مصنوعی در جهان تا 12 سالگی در یکی از روستاهای همدان چوپانی میکرد اما امروز جون هزاران آدم را نجات میدهد و یکی از مشهورترین جراحان قلب. فرقی نداره که جفتشون به یه اندازه در این جهان کار میکنن اونم هیچیه. به هر حال ما خیلی ریزیم در این جهان. یه قلب مصنوعی ساختن کاری نیست که باز اصلا شاید چوپانی بیشتر چرخه طبیعت کمک کنه. نزن بعدی نزنم ولی من نمیخواستم لطفا نشون بدم. نمیخواستم. این اولین نقاشی خواهرم که 2 ماه هم روش زمان گذاشته. خب با خود خواهرت بگو که بیا بخواش ادامه بده. حالا اگه قشنگ بود کارش نقاشی فالو کن بده. من زیاد ریالیست باز نیستم. اثر هنری باید از خودش خلاقیتی اضافه کنه. این الکی کپی یه تصویر خاصی هم میتونه این کار کنه. اینو میخواستی بشنوی ازم شنیدی. من اگر جای سپاه 3 تا پا منظورته یا سپاه پاسدارانه اینجا نوشت خیلی داره برای این که چیز نشه اینستا گیر نده کارها میکنه. خیلی مردم خلا پاسداران. من اگر جای سپاه پاسداران بودم اینو یه شخص گفت من خود شخص به جای یک سیستم سپاه یک انجمن یک دستگاه بودم یا حتی نه رئیسش رئیس اتحاد علیه ایران هسته‌ایه یارو شغلش. چنین شغلی خیلی وقت رواج داره تازه ساخته شده واسه کدوم کشور اینجا که یا آمریکایی است. من اگر جای سپاه پاسداران بودم به آسمان نگاه میکردم چون اتفاقات مهمی قرارش بیفتد. اگر برای آزاد کردن ایران پایستی بیا دایرکت بنویس هستم نه تا کامنت. بیا دایرکت بگی هستم اونم میگه باشه. حالا که هستی دیگه تمام دیگه بریم همه با هم با آسمون نگاه کنیم. فکر کردم مثلا میخواد بگه با آسمون نگاه کنی ستاره امشب است ماه این رنگیه و این حرفا. گفتم شاید خیلی به فکر زیبایی. اون این درختی اومد باز خبر خوش مرد درختی عمل شد. اولین تصویر از مرد درختی بعد جراحی در آمریکا. خبر خوش. انشالله خداوند مهربان سعادت و خوشبختی را نصیب انسانهای مهربان و نودوس عطا فرماید. انسانم آرزوست. خدا شکر. دست درود به
علم پزشکی و دکتر برایان، اسم دکترش هم میشناس. ما از دنیا خیلی عقبه. این هم کپیرایت. روزنامه تهران تایمز وابسته به حکومت ایران گزارش داده بر اساس اطلاعات دریافتی این نشریه موشک‌های جمهوری اسلامی در تمامی شهرهای موشکی زیرزمینی روی پرتابگرها نصب شده دیدی موشک رسته بگو به آسمان نگاه کردی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آماده است تا هر لحظه دستور حمله به اسرائیل و مواضع آمریکا در منطقه رو صادر کنه. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خودش پس از اقامه نماز عید فطر به افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره این فیلم بازه 1000 سال پیشه، داری دروغ میگی فکر کنم. خبر فوری اسرائیل اهداف احتمالی که برای حمله به ایران در نظر گرفته است را منتشر کرد. چقدر رو راست اسرائیل، همه چه میذاره تو اینستا. همه رو زدی که خوب زدی، همه رو گذاشتی تو پیجت ویو بگیری، لایک بگیری. زیاد اسرائیل با این پیجا تعارف نداره، همه چی رو براشون درد و دل میکنه. 5 روز پیش تا الان حمله نکرده، اول به شما گفت بعدم ببینه چی میشه. لبک یا ننانیاهو، خوب اسمشو بلدی، میدونی به کی داری لبک میگی. هیچ خبری نیست، خیال همه راحت. این آقا خوب سیاست میدونه. هرگز پنیر رو اینجوری نخور. پنیر رو با خیار و گوجه بخوری ناراحتی اعصاب میگیری و شب کابوس میبینی. پنیر رو با هندوانه بخوری فراموشی میگیری. پنیر رو خالی بخوری کل روز حوصله هیچ کس نداری و همش خسته و بیحالی. پنیر رو با برگ نعنا یا آویشن بخور. پنیر رو با کمی زیره یا سیاهدانه بخور. پنیر رو با خرما یا کشمش بخور. پنیر و خرما دیگه خیلی عربه. سالم زندگی کنی. خط خبرها. مذاکره مستقیم نخواهیم کرد، اما مذاکره غیر مستقیم ایرادی ندارد. یعنی چی؟ گزارش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از پاسخ خامنه‌ای به نامه ترامپ رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را به اقدام نظامی متقابل تهدید کرد. اون برای پس همزمان با افزایش تنش‌ها در من به عنوان یک پدر بایستی فرزندم رو برای انجام یک کار خوب ارشاد بکنم. انگار از روی کاغذ دارم بگیرم فرزندی که بی تجربه است، راه زندگی بهش نشون بدم، کمکش بکنم، حداقل پول تو جیبش بذارم، یا اینکه در این اجتماع لوکیشن براش بفرست، خودش راه از روی لوکیشن پیدا کن. کاراکتر نیاز به بلوک نداریم. ولی این هیچیش نمیشه. اسمش تایل بتون اکسپوزه، ارزون ترین و مدرن ترین همشون تو خارجه، نکنه نیاوردی اصلا تو انبارت، الکی داری چیزی که نداری و میفروشی، بعدم میری پیش کوروش کمپانی میخوابی. پشت بعدی هر چیزت پشت آخره، میخوام بگیرم بخواب. قیمت دلار دست منه که وقتی پیش بینی میکنیم میگیم دلار 200,000 تومانی، یه سری کامنت میذارن فوش میدن میگن سیاه نمایی تو برنامه نقاشی داشته ها، بودجه نیستم، اما خیلی کار درسته. دلار رو 286 هزار داره داره اون دیگه خیلی هزاره. خیلی کارا دیدیم دیگه روی محورات قطعا حساب باز میکنم، همه چیز که درست بود محوراتم قطعا دقیقه. سایه محورم افتاده رو محور، اینو تا حالا ندیده بودم در دنیای علم.
سکه امامی 450 میلیونی و شاخص کل بورس 50 میلیون واحد، ولی مردم مثل این که تخصص دارن رشت جنگی ببخشید ولی بخت و مملکت اینجوری خیلی من فقط یک راویم، من دارم تحلیل خودم رو انجام میدم و همونطور که میبینید اعتقاد در نهایت علیرغم تمام ریسک‌های سیاسی، بی‌اعتمادی به بازار، مظلوم سرمایه و غیره، مظلوم حواستون باشه حالا کسی به سرمایه نگفته بود مظلوم. آقای کارل مارکس از توی قبل پرید. تموم کن دیگه، تموم کن برم با خوابا، خیلی داری حرف میزنی. خب تموم شد مردم. اینستا منم یادتون نره فالو کنین، دوباره میارم میبینی آندرلاین که واه واه واه.